مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 13 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 01:40 دقیقه راننده ماشین تمغه دف عبدالرحیموف عبدالغنی سال تولدش 1986 ساکن شهر بختر هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چناق در حدود جماعت دیهات شهرستان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه من تحت اداره یعقوب جان عبدالمجید سال تولدش 1997 ساکن شهر پنجکین برخورده است. در نتیجه هر دو راننده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر ماشین دف قربانوف انوشیروان سال تولدش 1994 ساکن شهر خوجند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. کانال پرویز تیوی یک ثبت ویدیویی کوتاه را از محل این صدمه نشر کرده است. در این ویدیو که از کدام ماشین راهگذر ثبت کردن دیده می شود که دو ماشین بورکش بر اثر به هم برخوردن آسیب سخت دیدند و بارهای آنها هر طرف پریشان شدند. در ثبت دیده می شود که به جای حادثه کارگران را سفربر کردند تا بارهای این ماشین ها را جمع کنند. همچنین شب 12 سپتامبر سال 2022 تخمین ساعت 21:10 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نور فوزل جان سال تولدش 1979 ساکن نویه یووان هنگام حرکت در نویه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر توشپولودوف اوروق سال تولدش 1966 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر توشپولودوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. تنها طی 2 روز آخر 12 و 13 سپتامبر در 3 صدمه در راههای تاجیکستان الکی 5 نفر جان باختند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخله که روز 19 ایول نشر شد در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر جراحت برداشتند.